13 بار صاحب دولت ملی شدیم در تاریخ نوین و همین 13 بار به سبب این از دست رفت که فکر ملی مون غلبه نکرد. ما خیلی میگفتیم مثلا اگر دشمن هجوم میکنه علما جمع میکنن میگن که خیلی چیکار کنیم، میگن خیلی هموش هم مسلمان های چیکار میکنیم مقاومت کنیم. این دولتی سامانیون چه شکست بود وقتی که قراخانی‌ها از صحرا هجوم کردن میخواستن سامانیون رو اشغال کنن. سامانیون علمای اسلامی را جمع کردن، فقیهان، امامان، محترمان جمع کردن، گفتن که بخیت فتواتی همین مردم خیزونی که به ضد دشمن مبارزه کنن. در کتابای تاریخ همش این است و علما گفتن که در کار نیست جهاد کردن، چون که همون قراخانی ها مسلمان هم، همون قراخانی هم لا اله الا الله میگه، همون قراخانی هم کلمه شهادت میگه. برای چیزی دیو باید مبارزه کنیم؟ خیر او گریخ بود در دولت او زندگی میکنیم، امامی کرده میگردیم. انا همین موقع همون وقت خیانت ملی شد و اگر همین فکر ادامه کنه، من امروز یکی گیم که خیلی همون طالبان لا اله الا الله میگه مرحمت بیاید یخی نمیشه. یا اگر کشوری همسایه کدامش هجوم کنه میگه همون هم مسلمان های همون هم لا اله الا الله میگه مرحمت بیاید گیرد. خب با او زندگی